روایت از المرأة الریحانه و لیست به قهرمانه مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، یعنی عطر گل، بوی خوش، همون هوایی که فضا رو پر میکنه. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا حالا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیستن تو خانواده، اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارها رو بریزید سر زن. نه یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودشه دیگه، دلش میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داده. اگر نه هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده. پس اینه.